سلام علیکم. سلام علیکم. بنابراین شما خدا خیر سلامت باشین. شکوه فرما. سلامت باشین برارمه. همه رسد گوشت قربانی ما اگه بدیم خیر بینیم. آنه برارمه. امروز پنجم میده. فکر نکنم که گوشت مانده باشه. بازم میرم اگر مادر جان بگفتن برات گوشت قربانی آماده. اگر دادم شاید میارم اگه بمونده بود. خوبه؟ همه چی بس. ماما! آنه مادر گفتن این بخشیش باشه دیگه سوخی ها بده دادم اینا کار تا یخچال بمونده بود. تا خیلی بور ثواب میکنی بعد. خیر بینیم ماما. خیر خدا من شما خیر بده تشکر از شما خیر. خداحافظ. خداحافظ خیر. تو با شکر رو بشید گوشت. هی خدا چی روزگار شده چی جوانی برات گوشت میایم بیچاره دیگه پریشون نباشه برات گوشت نمیایم خدایا تو سر از اینا آسون کن این باغونه گفتم اینا رو سو کو اینا رو سو هم نکرد مجبورم خودم سو کنم کی بود؟ آماد کی بود؟ ای با کینه در سرار بشکستم ای خدا ما غریبیم خدایا ما را پریشونی نجات ده آماد میرن در سرا مردم با ما رقم گپ میزنن سلام علیکم مندان باشین بخیر سلامت شما خوب سلامت بخیر زنده باشین سلامت باشین عمل کنید غریبی خنکنده ما بیچاره ایران یک پول چیزی یک گوشت قربانی چیزی داریم خداوند شما رو خیر بده گوشت نیم برار ما اصلا به عمر خود قربانی نکردیم پول نداریم همه خیرات چیزی اگه داریم روز عیدیه برار من ناوقت میدیا امروز پنجم عیده تو امروز برای گوشت قربانی میدی دیگه الله بدن دیگه از امروز اول به گشته گردم یک دومنه که جمع کردیم مدرک میگم وقت گوشتا لند خوش داره منه که به حق شما دعا میکنه اگه سعی کنه مادر شما بچه ها شما هستم دارم به ما کمکی بیاریم سبب میکنیم برارمه فکر نکنم مونده باشه بازم میرم یک سیلی میکنم پناه به خدا برکن باشه مطالعه میگه خونه استغون بی گرگ نیه میرم یک سیلی میکنم پناه به خدا خوب خیلی اگه پاچک چیزی هم بود بیارین گپ کنیم باش ببینم هر چی بود خدا واسه غیر از امید و قربون دیگه کی ما گوشت بگیر ما میایه دو ماسه ما تیر میشه دیگه ما دو مروه خیره گپ بخشش باشه دیگه کم ما و کرم شما همین کو بمونده بیدک خیر بینیم خداوند به شما خیر بده زنده باشیم اینو هم به خاطر همین میمونا نگاه داشتیم سر صد بود اگه اینو تقسیم کردیم یکی به قریبا یکی خود ما یکی میمونا که گاهی میمون چیزی میایه برای از اینا این برم سرا خون خلاسته هست که فکر نکنیم مال کسی گوشت داشته باشه چون پنجم میده بازم میرم خیر بینیم خدا حافظ میبخشید دیگه لالا خواهش می‌کنم خیر نبود بیشتر نبود خیر بینیم همین 5 روز نمیشه که میر بستوندم بسته کردم باز حال برق تیر نمیکنه همینام دیسی شده من چی رقم تو سکو شکران سکو دم سراکینه سلام علیکم و علیکم آمد جون
ماما جان بله یه خیرات چیزی گوشت قربانی چیزی داریم به من بیاره خوب برو مامای من هر چه مثلونم اینا ما چون چی رقم کم میزنم فقط هم 2 روز کار میکنه برو سیوم دیگه کار نمیکنه عجیب رقمی عجیب کاره اشتن اینو سلام علیکم سلام علیکم آقا جان میگم یک مرتکه که بیمونه گوشت قربانی حالا که گوشت قربانی خلاص شده و نیه دیگه خود شما نمیفهمین که نیه باشه برو بازم برو به خونه سیلی بکن اکبر که بهم تا یک چال یک پوره نرمی بمونده باشه و اگه بید اکبستون اکبر بیاره بودا نه اینا بیدار با تا یک چال گفتم میگی بگو خوبه دیگه امینا رو بابا اکبر بریو خوب طفلک اشتا مردم تربیه داره من عقل کمال گوه ندارم بیا آمده به چه نادان چیچیله که به من میگه سلام علیکم آدم ها خان پول داره بچه های هم عقل کمال خیلی داره اندازه پول های عقل کمال داره من اندازه پول هم عقل کمال دارم پول هم ندارم عقل کمال هم ندارم خلدان هم من بکری بکری بچه برمنیه خداوند ماما تور کلون کنه خداوند تور خیر بده تشکر ما کاسه خور خیر بینی خونه شما آباد تشکر از شما خیر بینی مامای من آخی میگم بله اینا چند دادیم به من 600 600 بله خب کیلو 150 روپیه نگفتیم مایون بله 4 کیلو یک نیم ساعت ها 600 میشه شما نمیفهمین لالا 4 کیلو 4 تا 1 کیلو 100 1200 میشه دیگه 600 بشه همین گوشتا من اینا گوشت قربانی اینا من گوشت قربانی جمع کردم در سر آب شما بگین خوب خوب آفرین 4 کیلو 4 تا 150 روپیه 1200 نمیشه نه سکو 4 کیلو 4 تا 400 4 تا 50 200 بشه 600 از 20 پیام اضافه دادم 20 روپیه هم اضافه دادین 20 پیام اضافه برارم شما کله شما ما چون کابار داره یا چی 4 کیلو گوشتا من کیلو 150 روپیه 1200 میشه مرتکه نمیگم من 1200 گو بالا ما افتاده اون مرتکب میگه بخود اگه اینا گوشت کشتی دیگه گوشتی اینه چی میگه لا لا بلا لا بیا اگه بی صاحب نگاه چی رقم می بیشتر بخریدی کی اونم لالا باشه بیجاق میکنه بیا سلام علیکم چکار لالا جان الله جان از 4 کیلو گوشت از اینا بخریدم از اینا 600 کیلو یک نیم ساعت گوش خریدین بله خب کیلو یک نیم ساعت بخریم 4 کیلو چند نمیشه 4 کیلو 4 تا 400 600 نه بود 600 بشه کوپولات چندیه 20 روپیه از اینا اضافه دادم 300 400 500 600 620 روپیه یعنی 1200 نمیشه میگم چرا میخندی لالا تو دم نمید اسم تو چیه گلک گلک تو دم نمید در سلام گفتی گوشت بده که من غریبم مادر من مریضه چه کار فلان و 2 ماه گوشت ندیدیم و تو همه خزا گوشتی دارم پوری گوشته آه خب لالا 1 دقیقه گوشتار بدین آره بگیر بدین پول 1 دقیقه بگیرین باید لالا جا شما خلاصین من کم کار دارم بدین خرما خلاصین میگم گلک تو بیامدی در سراما به من زری میکردی به می جیوانی و می تن کلون خو
گفت پیار مادر من مریضه 2 ماه میشه گوشت ندیدیم کمی پوری گوشت قربانی بمونده باشه. خب تو مغز پوری گوشت دادم دل نبا تو بسوختن. تو با گوشتار بیاوردی اینجا میفروشی. ما پول نداره نون بخریم گوشت ما چه کار کنیم؟ خواه نون گردن همه بند باشه بچه کالا میشه خونه ما گوشنگی مال خود اینا چیز کردم درد سرم. خب که تو گوشتار میگیری میفروشی همین چه دیوام نمی در ساک پول جمع نمی کنی. خاطر پیار ما معتادم. آخه گوشت قربانی گناه داره که بفروشی. پیار ما معتادم گفت یک برو گوشت جمع کن ببر یک بفروش و من مواد بخرم. وای 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 ای پی جوانی شما. من نیوم گردن ما بند لینگم من پیار ما معتاده. پیار ما گفت یک برو گوشت قربانی جمع کن بفروش یک پولای بیا که من آخه تو آخه جوانی شیشه بخرم. جوانی سکو قد خور مثل برا کلون منی تو قد غواره تو مثل برا کلون منه. چرا می گوشتار خیلی کسایی که میته گوشت جمع میکنه میفروشه. آخه کارا نکو تو همه چی زرزری کردی. دل نبا تو بسوختک. نمیفروشم ماما. نمیفروشم نه گناه داره دیگه تو گوشتار نفروش. سکو چی میگم؟ من دیگه توبه میکنم من به می گناه من شریک شدم. راست. به گوشته شته. همین گوشت ما به تو دادم که گفتی مادر من اینا مریضم گوشت به تو بدم بیارد اینجا میفروشی. خب ما تو گوشت نمیدون تو ولی که در سادگی هم جمع کردی مثل که نه بکشیدیم مثلا دیگه 4 دیگه کیلو. دیگه ما بیزار باشم که باش مثل شما و مردم گوشت خورد. وای 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 چه کار کنم؟ بس بابا میگم خنده گرفت خاطر تو. با بابا میگم بابا مرتکک گفته که نفروش شکر. دیگه ایت که از تو خورتر بیای جوانتر بیای پیرتر بیای دیگه ما بیزارم از خیرات دادن. گدایی حیف شما نکرده. نه با برو دم را دیگه بفروشک خوبه. نه دیگه ماما با شما قال میدون نمیفروشون. وای وای سیکو جوان ما گفتم خدا برای از یارسون کنه. اینا ایتنا همه چیزی که جمع کنن میبرن میفروشن. بس اینا کسی دل نسوزن خوبه.